بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و السلام علی الحبیب رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. خدمت همه شما بینندگان عزیز عرض ادب، سلام و وقت بخیر دارم و از همتون التماس دعا. دوستان عزیز، امروز از سرزمین خودمون میگیم، از یکی از جوون مردای سرزمین ایران زمین. این جوون مردی که رفت، قصهش تقریبا خیلی شبیه به قصه حضرت یوسف علیه السلام و رفت ایشون هم مثل حضرت یوسف شد پادشاه مصر. باورتون میشه؟ این شخصیتی که میاد به ما میخویم که آهای اسلام اون دینیه که ملک هیچ قوم و ملتی نیست. هر که اومد تو میدون و گفت منم مرد این میدون، اسلام مال اونه. محمد فاتح ترکی اومد اسلام رو زنده کرد، در تاریخ اسلام یک ستاره درخشانی شد. صلاح الدین ایوبی کردی اومد اسلام رو زنده کرد، بیت المقدس رو آزادش کرد. و این دوستمون، دوست سرزمین فارسمون، از نوادگان خوارزمشاه، بله محمود، قصه محمود آقا رو میخوایم بگیم. خواهرزاده سلطان جلال الدین بلخی خوارزمی. بله، قصه ایشون رو میگیم که چطور ایشون اومدن به ما بگند که آهای کار نشد نداره، هدف رو بذار تو ذهنت، هدف واسد روشن، به طرف هدف حرکت کن. تو راه هر چی میاد زیاد مهم نیست. سختی میاد، گرسنگی میاد، بردگی میاد، زندان میاد، شکنجه میاد، مهم نیست. مهم اینه که تو میدونی که چی میخوای، تو میدونی که هدفت از زندگی چیه، چی میخوای، با چی میخوای بری پیش خدا، چی تو دستت باشه. سلطان سیف الدین قطز موضوع قصه ماست. سیف الدین قطز اسمش بود محمود هم بود، خواهرزاده سلطان جلال الدین خوارزمشاه که مغول ها حمله کردند و سرزمین فارس رو داغون کردند. سلطان جلال الدین هم کشته شد، دامادش کشته شد و دختر خانمش جهاد و به اصطلاح خواهرزادش محمود، اینها رو مردم گرفتند، برده شدند. پسر کوچیک، دختر خانم کوچیک بردن فروختند. قطب به اصطلاح محمود خیلی اذیتشون میکرد، آدم پسر خیلی به اصطلاح با عزت و با غروری بود، با اونا میستیز، با هر جا واسهشون مشکل درست میکرد. اونا اسمشو گذاشته بودن قطز هم در زبان مغول ها یک کلمه ناشایستی است. به هر حال بعد جهاد هم اسمش رو گذاشته بودن جلنار یا گلنار و به همین صورت اینها مثل برده فروخته شدند. رسیدند به سرزمین شام. یه آقایی به نام ابن زعیم اینا رو خرید. مدتی از این دست به اون دست فروخته می شدند و در همین اثنا در شام عالم بزرگ و شخصیت وارسته اونجا عز ابن عبدالسلام بود. عالمی که قدیم اگر یادتون باشه قبلا قصه‌شو با هم خوندیم، قصه عز ابن عبدالسلام.
قطز جان ما هم شد شاگرد عز ابن عبدالسلام. یه روز قطز محمود همش تو ذهنش بود که من چطور انتقام اسلام رو از این مغول‌ها و از این چنگیزها و هولاکوها بگیرم. همش خواب و بیداریش همین بود. یه شب خواب دید که توی یک صحرایی رفته، یه صحرای بی آب و علف، و در اون خواب دید که یک نیروی، یک افرادی سوار اسب دارن میتازند، اومدن اونجا. رهبر این نیرو اومد، دست کشید رو سرش، گفت پسرم بلند شو، نایست، نشین، بلند شو که تو پادشاه مصر خواهی شد و تو انتقام دایی تو، انتقام همه مسلمون ها رو از این چنگیزخان و مغول ها خواهی گرفت. بعد سوار اسب شدند و رفتند. من تعجب کردم اینو کیان؟ داد زدم یرحمک الله، اگه بگید شما کی هستید؟ یکی از سربازها به طرف من نگاه کرد و گفت که نمیدونی ایشون کیان؟ گفت نه، کیان ایشون؟ بله، بعد از این میان برنامه میفهمیم که ایشون کی بودن. وصال حق، تابشی از قرآن و سنت. بگو آیا از معبودانتان کسی هست که به سوی حق هدایت نماید؟ بگو الله به سوی حق هدایت می کند. آیا کسی که به سوی حق هدایت می کند بیشتر سزاوار پیروی است یا کسی که تنها در صورتی هدایت می یابد که او را هدایت کنند؟ شما را چه شده؟ چگونه داوری می کنید؟ و عرض سلام مجدد خدمت شما. بله، داشتیم خواب آقا محمود رو میگفتیم. آقای محمود یا قطز فعلی در خواب دید که همون نیروها اومدند، افراد منور، افراد پاک، و رهبرشون یا رئیسشون بهش گفت که تو پادشاه مصر خواهی شد و خداوند به دست تو این به اصطلاح هولاکو و چنگیزخان و مغول‌ها رو از بین خواهد برد. و ایشون نفهمید کیند. پرسید که آقا شما کی هستید؟ یکی از سربازیان گفت که نمیدونید که ایشون کیند؟ گفت نه. گفتند ایشون رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. قطز از خواب پرید، حیران چی شد؟ رفت صبح زود رفت خودش رسون به امام عز و به امام عز گفت که من همچین خوابی رو دیدم. امام هم خوشحال شد، گفت الله اکبر، این خدایا بار الها خواب پسرم محمود رو همونطور که خواب حضرت یوسف رو به حقیقت رسوندی، خواب ایشون رو هم به حقیقت برسون. و بعد از مدتی ایشون فروخته شدند به یکی از ممالیک مصر، ایبک ایشون رو خرید و برد مصر. اونجا هم چون که خیلی پسر فرزی بود، گذاشتش مهارت‌های نظامی یاد بگیره و در همین سپاه ایبک که بهشون میگفتن به اصطلاح ممالیک معزی، ایشون به اصطلاح افسر شد، سر افسر شد، نمیدونم گروبان شد، فلان شد، اومد همینجور و بالا شد و شد سرلشکر نیروی ایبک. بعدها به هر حال قبلا در قصه امام عز گفتیم که وضع حال مملکت اسلام در اون روزها چه وضع افتضاحی داشت. هر دو نفری، هر کسی واسه خودش یک روستایی رو گرفته بود و میگفت این کشور، مثل همین حالتی که ما امروز داریم. کشورهایی هستند که شما وقتی نقشه رو نگاه میکنی فقط یک گوشه اسم کشور رو نوشتن، حتی یک جای نقطه‌ای هم نیست که بذارن که بگن این نقطه این کشوره. کشورهایی که به اصطلاح مساحت بسیار بسیار ناچیزی دارن. دوستی داریم در یکی از همین کشورها میگفت که من صبح بلند میشم، یک چرخ میزنم دور کشور، بعد میام صبحانه میخورم. این شد وضع حال ما. اون روزا هم همچین وضع حالی بود، همچین وضع حال، و سلطان به اصطلاح قطز ما رسیده بود به اون مرحله. سلطان
نجم الدین ایوب وفات کردند. رهبریت مصر، کشور مصر، به دست زنشون افتاد شجرة الدر بعد با ایبک ازدواج کرد. بعد از مدتی نمیدونم چی شد و زد ایبک رو کشت. بعد شجرة الدر هم کشته شد. پسر ایبک شد پادشاه، پسر 15 ساله‌ای بود. حالا ایشون باید قائم مقامی داشته باشه که کارشون رو انجام بده. خب شد قطز ما مسئول اداره کشور به نیابت از این آقا پسر. خب آقا پسره که بود مسئول و یا پادشاه، همه در طمع این بودن که ما چطور بیاییم و حکومت رو از دست ایشون بگیریم. همه در این طمع بودند که به صورتی خودشون رو برسونن به این مرحله و حکومت رو به دست بگیرن. دشمنای خارجی هم خوشحال بودند که کشور به دست یک پسری است. پسر خب خودش اداره رو نمیتونست بکنه، خانم‌های مادرش و اطرافیان که دور و برش بودن اونها اداره مملکت رو به دست داشتن. میدان برای حرکت قطز هم خیلی کم بود. به هر حال قطز در فکر این بود که چطور باید این کشور رو اداره کنه. امروز هم همچین حالتی میبینید که حکومت‌ها چطور در فکر اینن که کسایی که چشم دارن به رهبری اونا رو دور کنن. بعضی میان تقلب رو انتخاب میکنن، تقلب میکنن در انتخابات و ثابت میکنن که آقا مردم منو میخوان. کسی دیگه هست که با قدرت نظامی میزنه مشت تو دهن مردم رو خفه میکنه. و کسی دیگه هست که هزار نیرنگ و حیله رو به کار میبره. قطز در این حالات دید که وضع مملکت خیلی بحرانی است. اومد و جای پادشاهی رو گرفت و تمام سران مملکت رو جمع کرد، علما رو جمع کرد. قطز خیلی زرنگ بود، شاگرد عز بود، عز ابن عبدالسلام، در هیچ کاریش بدون مشوره کاری نمی‌کرد. اونا رو جمع کرد و براشون شرح داد که مملکت وضعش به همچین حالت بحرانی رسیده. مغول‌ها اومدند 1 میلیون انسان رو در بغداد قتل عام کردند، شام و این مناطق رو گرفتند، طرفای فلسطین و مناطق رو گرفتند، اومدن به غزه زیر گوش مصر به اونجا رسیدن و من مجبورم که به اصطلاح رهبریت مملکت رو به دست بگیرم تا بتونیم جلوی دشمن وایسیم. از این طرف فتنه و هجوم مغول‌ها بود، از این طرف از طرف دریا و منصوره اون طرفا به اصطلاح اسکندریه اون طرف فتنه هجوم مسیحی‌ها. اینجا بود که به اصطلاح کشور خیلی حالت بسیار بسیار بحرانی داشت. همه علما و به اصطلاح سرداران هم قبول کردن، گفتن که خیلی کار به جایی کردی و نیاز مملکت همینه. در این اثنا بود که هنوز 4 ماه از به اصطلاح این تحولات در مصر نگذشته بود که 4 تا قلدر از طرف هولاکو خان از غزه فرستاده شدند به عنوان پیک نزد قطز. سلطان قطز نامه ای را آورده بودند. در این نامه بسیار اهانت ها شده بود به سلطان قطز. آهای حرف ما رو میشنوی یا عاقبتت میشه مثل سرکرده های مسلمان های دیگه، و تهدیدها و فحش‌ها و بد و بیراهای بسیار به قطز و به مصر و به ملت و به دولت. یعنی این که ما اومدیم شما رو قتل عام کنیم. قطز در این حالهاش دید که این اصلا اثر اینها بر روی نفسیات و در روح ملت خیلی شدیده. قطز با این پیک ها یک کاری کرد که الان ما میگیم که کار خوبی نبود، یکی از اشتباهات قطز بود و خداوند از ایشون در بگذره. چی کار کرد؟ بعد از این میان برنامه با هم میشنویم. و عرض سلام مجدد خدمت شما عزیزان. بله، پیک مغول‌ها رسیدند به مصر و این نامه بسیار شدید رو دادند به قطز. قطز هم ترسید که در روحیه ملت و حتی سردارای لشکر که خیلی با هم اختلافات داشتن به اصطلاح روحیشون شکسته بشه و کسی هم جرأت نداره. حالا ببینید مغول‌ها تقریبا نصف جهان رو در دست داشتن، از کوریه در شرق گرفته تا وسطای اروپا در غرب و
رسیده بودن به بیخ گوش مصر که همون غزه باشه. نیرویی که مصر داشت شاید یه صدام نیروی ابرقدرت مغول چنگیزخان و هولاکو اونا نبود. و اینجا بود که قطز همونطور که گفتیم خداوند ازش در بگذره اومد و خواست به ملت بگه که راهی جز جنگ نداریم، جهاد، باید با اینها جهاد کنیم. اینجا بود که اومد 4 تا پیک رو گردناشون رو زد. خب الان دیگه اعلام جنگی که از طرف مغول ها شده بود با اعلام جنگی از طرف سپاه به اصطلاح مصر هم مواجه شد. در این وضعیتی که ما داشتیم مصر تقریبا ملت مصر هم مثل دولت مرداشون در پی دنیا بودن. قبلا هم گفتیم که دولت مردها انعکاس جامعه هستند. جامعه مصر هم به دنیا پرستی و به این چیزا کشیده شده بود، همونطوری که حکام و سرکرده ها هم در پی چپاول و دنیا پرستی بودند. تنها چیزی که در مصر جا داشت و مکانت داشت این بود که از زمان صلاح الدین ایوبی مصریا علما رو تقدیر می‌کردند. قبل از صلاح الدین ایوبی مصر در زیر چنگال ظلم و ستم و استبداد فاطمیان شیعه بود. شیعیان فاطمی در مصر چه جنایت‌ها که انجام ندادند تا اینکه خداوند متعال سلطان صلاح الدین ایوبی رو فرستاد و مصر رو از چنگال این مذهب باطنی فاسد نجات داد و مصری‌ها بار دیگه به توحید برگشتند. از اون زمان تا حالا شخصیت عالم شخصیت خاص و ویژه‌ای بود و جایگاه خاصی داشت. واسه همین هم بود که عز ابن عبدالسلام به مصر تشریف آوردند و عز ابن عبدالسلام و دیگر بسیار علما نقش بسیار اساسی داشتند در تشویق مردم به جهاد. البته عشق و علاقه جهاد در قلب مصری ها بود، چون که مصر همیشه از هر طرف مورد هجوم بود. همیشه و همیشه مصر زیر چشم اروپا بود. اروپاییان مسیحی همیشه و همیشه به مصر شبیخون می زدن. اینجا بود که اهل مصر همیشه آمادگی داشتند، برخلاف کشورهای دیگه. در کشورهای دیگه در شام در این ور اون ور قصه چی بود؟ قصه میگفتن کفاح، مقاومت مسلحانه فلان. از حتی کلمه جهاد وحشت داشتند. جهادی که 35 بار در قرآن کریم اومده تا امروز واسه وحشت کسایی هست که نه مفهوم جهاد رو میفهمند نه دین اسلام رو میفهمند، دین آزادی، دین عزت، دین شرافت. به هر حال قطز شروع کرد به جمع کردن نیرو. اما چطور نیرو رو جمع کنیم؟ اولین مشکل، بزرگترین مشکلی که ایشون داشتن مشکل اقتصادی بود. اینجا بود که اومدن فکر کردن که ما از مردم مالیات بگیریم، از تاجران مالیات بگیریم. شورا رو جمع کردن، مجلس شورا، علما، از بزرگان و به اصطلاح سرکرده های دولت. وقتی که این حرف مطرح شد عز ابن عبدالسلام استادش بلند شد گفت نه، حق نداری از مردم غیر از مال زکات بگیری. بله، در زمانی که نیاز حکومت است حکومت اجازه داره از مردم اموال دیگر رو هم بگیره، اما بعد از این که شما به عنوان پادشاه و تمام امیران و وزیران و نمیدونم شخصیت های دولتی همه اموال خودتون رو بذارید، همه دارایی خودتون رو بذارید در بیت المال مسلمین، واسه خودتون فقط یک اسب و سلاح جنگ بیشتر نگیرید، ملت هم با شما خواهند بود. اون وقت که حق دارید از ملت بگیرید. اینجا بود که سلطان قطز با جرأت و شهامت بلند شد گفت بله، و همه داراییش و قصر و اسباب و همه دار و ندارش و جواهر و زیورالات زنش و همه رو اومد گذاشت جلوی بیت المال مسلمین. وقتی این کارو کرد بقیه امرا هم بلند شدن همین کارو کردن و ملت وقتی دیدن که بله اینها راست میگن، اینها درستن، اینجا بود که و علما با اینا هستن، علما با اینها هستند، علمای راسخ و با دین و با اخلاص مثل عز ابن عبدالسلام. ملت هم اومدن کمک کردن، دارایی ریختن و شروع کردن به جمع‌آوری سلاح و نیرو. وقتی که این صداقت رو ملت دید، صداقت، راستی، اخلاص، اینو وقتی که ملت دید، ملت از هر طرف برای جهاد جوانای برومند اومدن آماده شدن که ما حاضریم جون ما بذاریم تو دستمون و جهاد کنیم و بجنگیم.
اینجا بود که سلطان قطز تونست یک نیروی بزرگی رو تشکیل بده و بره به مصاف مغول‌ها، وحشی‌هایی که دنیا رو می‌خواستند از بین ببرند. سلطان قطز مصر رو نجات نداد. سلطان قطز بشریت رو از وحشیگری هولاکو و چنگیزخان و اینا نجات داد. وقتی که این ایمان بود، وقتی که این اخلاص بود، خداوند هم به دادشون رسید. در خونه چنگیزخان به اصطلاح اختلافات افتاد، چنگیز مرد، اونا به سر هم ریختن، هولاکو رفت به اونا برسه، نیروی اینا ضعیف شد. اومدن در عین جالوت معرکه و جنگ بسیار سختی در گرفت و در این جنگ یک کم مونده بود که مسلمان‌ها شکست بخورن. اینجا بود که قطز کلاه خودشو برداشت، زمین ریخ زد، سپرشو برداشت، انداخت دور و اومد تو معرکه. مردم وقتی دیدن که پادشاه داره مثل مرد می جنگه، شور و هیجانی در سپاه اسلام به پا خواست، همه هجوم. معرکه عین جالوت در حقیقت نجات مصر نبود. جنگ عین جالوت در حقیقت مشت محکمی بود تو دهن مغول‌هایی که غرورشون، تکبرشون به این رسیده بود که دنیا رو ببلند. عین جالوت در حقیقت نجات بشریت بود از وحشیگری مغول‌ها. این بود قطز محمود، این جوون فریخته‌ای که تونست با همت مردانگیش در تاریخ اسمشو ثبت کنه. تا روز قیامت مردم از قطز خواهند گفت و از مردانگی‌هاش و از همت والاش و از همتی که ناامیدی نمی شناخت. در زمان بردگی، در زمان زندانها، در زمان سختی‌ها، هدف جلوی روش بود. هدفی که اون فهمیده بود، درکش کرده بود در اون روزهای سخت که امکان داشت همه این ممالیک و همه جا بزنند. اومد گفت که من للاسلام ان لم نکن نحن. کیست که از اسلام دفاع میکنه اگه ما نباشیم؟ یعنی ماییم که باید مرد میدون باشیم و بتونیم خودمون رو ثابت کنیم و ثابت قدم به پیش بریم. این شخصیت خودش رو ساخت. یکی از نقطه‌های بسیار مهم و از رازهای موفقیتش اینی که خودش رو به شخصیت‌های بزرگ نزدیک کرد. العز ابن عبدالسلام، اونی که قبلا قصه‌شو واسه شما تعریف کردم، رفت پیش عز، کنارش نشست، ازش درس مردونگی یاد گرفت، ازش ایمان یاد گرفت، ازش همت یاد گرفت، ازش تقوا و پرهیزگاری یاد گرفت. مهمترین نقطه‌ای که من در شخصیت قطز میبینم انگیزه است. این مرد انگیزه داشت، از کوچیکی این انگیزه رو در خودش میپرورون. انگیزه شعله‌ور داخلیش. انگیزه چیه؟ راز موفقیت. در کتاب‌های راز موفقیت یک قصه زیبایی میارن که جا داره منم برای شما تعریفش کنم. جوونی بود از جوانای ما در پی موفقیت بود. چطور من به موفقیت برسم؟ شنیده بود که حکیمی است از حکمای چین، این در این فن موفقیت ماهره. ایشون هم گذاشت رفت تا به چین رسید و به خونه این حکیم چینی رفت. اونجا گفت که حکیمو، من اومدم نزد شما تا راز موفقیت رو از شما یاد بگیرم. گفت ساده است، راز موفقیت انگیزه. گفت انگیزه باز چیه؟ خب انگیزه رو چطور به دستش بیارم؟ گفت محبت، عشق، رغبت. شما اگه تو چیزی رغبت داشته باشی، میل داشته باشی، اما میلی که مثل عشق آتشین باشه. گفت خب این عشق آتشین و این میل و رغبت رو من چطور خودم درست کنم؟ حکیم رفت بیرون، یک سطل بزرگ پر از آب آورد. گفت این انگیزه اینجاست، پیداش کن. جوون ما هم دستشو برد تو آب، گشت این ورد، چیزی نبود. گفت نه خوب نگاه کن. گفت ندیدم چیزی. گفت سرتو تو آب کن و نگاه کن. سرشو تو آب کرد. حکیم اومد از بالا، سرشو تو آب نگه داشت. جوونه فکر کرد این شاید هدفی تو این کارش از چی میخواد بگه. هیچ تکون نخورد. نفسش بند اومد. خواست سرشو بیاره بالا. حکیم محکم
سرشو نگه داشت پایین. میخواست خفه بشه، سرشو میارد بالا، اینم فشار میداد تو آب. فکر کرد که این میخواد اینو بکشه. یک با قدرت تمام سرشو آورد بالا، حکیم اون طرف پرت کرد. گفت چی دیوونه شدی؟ من شنیدم که تو حکیمی، تو عالمی، این چه کاری که داری با من میکنی؟ میخواستی من رو خفه کنی؟ گفت بذارم چی یاد گرفتی؟ هیچ یاد نگرفتم. چی یاد گرفتم؟ میخواستی من رو خفه کنی؟ گفت نه، یه درس بزرگ یاد گرفتی. این راز موفقیت. اول که سرتو تو آب نگه داشتم، هیچ تحرکی از خودت نشون ندادی، اما وقتی دیدی که داری خفه میشی، این انگیزه درونی، انگیزه زنده ماندن، انگیزه نجات در تو به حدی شد که هیچ چیزی نمیتونست جلوی تو رو نگاه داره. اگه انسان در خودش این انگیزه رو پیدا کنه، هیچ قدرتی نمیتونه جلوی اونو بگیره. قطز در خودش این انگیزه رو پیدا کرد. این انگیزه سبب شد که الان بتونه بزرگترین امپراتوری و وحشیترین قدرت جهان که مغول‌ها بودند، کسی تصور نمی‌کرد جلوی مغول وایسه، با نیرویی که شاید 1/100 نیروی مغول نبود، اونها رو در عین جالوت پوزشون رو به زمین بماله و بشریت رو از شر وحشیگری مغول‌ها نجات بده. ما هم میتونیم این حقیقت رو در خودمون، این انگیزه رو پیدا کنیم. من از شاگردایی که تو کلاسشون، تو درسشون مشکل دارن، میخوام که هر روز صبح برن جلوی آینه وایسن بگن که من امسال شاگرد اول میشم، من میتونم امسال شاگرد اول بشم. نگه که من سعی میکنم، من تلاش میکنم، نه، من میشم. و اگر شما این کار رو کردی، به خودت قبولوندی که تو شاگرد اول میشی و شاگرد اول نشدی، اون وقت بیا پیش من و اعتراض کن که آقا شما گفتید که این انگیزه رو پیدا کن، من پیدا کردم و به جایی نرسیدم. در هر کاری که هستی، در هر مسئولیتی که هستی، این انگیزه رو در خودت پیدا کن، هدفت رو واضح و روشن کن، هدف بزرگ. هدفت چیه؟ میخوای چیکاره بشی؟ میخوام معلم بشم، میخوام دکتر بشم، میخوام مهندس. اینو به بچه‌ها یاد ندید. به بچه‌ها یاد بدید که چطور بتونی مخترع بشی. من نمیخوام دکتر بشم، من میخوام یه مخترع باشم. من میخوام برای بیماری هایی که بشریت براش حلی پیدا نکرده حل پیدا کنم. من میخوام بشریت را به سعادت برسونم. من میخوام نامم را در سجل تاریخ بگذارم، بنویسم، ستاره‌ای باشم در آسمان تاریخ که تا روز قیامت مردم وقتی که نام مرا میگن قطز رحمت الله علیه، میگن العز ابن عبدالسلام رحمت الله علیه، میگن ابن تیمیه رحمت الله علیه، یا اون صحابه و شاگردان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که ما امروز اسمشون رو نمیبریم مگر اینکه دعا میکنیم و میگیم رضی الله عنهم، خداوند از اونها راضی باد و اونها رو قبرشون رو نورانی کنه و اونها رو به بهشت برین راه بده. این شخصیت اگر میخوای بشی میتونی، اما باشی با همت، با انگیزه، با رادمردی. بیا تو میدون و در هر زمینه‌ای که هستی، در هر جایی که هستی، مکانیکی، نجاری، معلمی، دکتری، نمیدونم مهندسی، هر جایی که هستی، خانم خانه‌داری، مربی، دعوتگری، در هر جایی که هستی میتونی اون کسی باشی که روز قیامت سرتو بالا بگیری، بگی یا خداوند متعال، من همونی بودم که از من میخواستی، من همونی بودم که همتم همون همت بود که همت قرآن منو به اون میکشون. همت قرآنی. قرآن وقتی که با پیامبران حرف میزنه، با پیامبر خدا حرف میزنه، میگه بهش که مثل اولو العزم من الرسل باش، واصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، انقدر شکیبا و بردبار و صابر قدم باش مثل پیامبران اولوالعزم که صاحب عزیمت بودن. خب دوستان، این بود قطز و این قصه زیبای قطز که و این درسهایی که ما از سفرنامه زندگی این مرد با همت گرفتیم. انشالله تا دیدار دیگه و قصه دیگه و ابرمردی دیگه، همه شما عزیزان را به خدای منان میسپارم و آرزو دارم که شما هم همه‌تون ستارگانی باشید در آسمان نجات و رهایی و سعادت بشریت و موفقیت. آرزوی من برای همه شماست.
خدا یار و نگهدار همه تون باشد.